خوش آمدید به چنل کریپتو اینتک. امروز میخوایم در مورد پروژه میمی فای کوین که قبلا هم یک ویدیو با شما منظور کرده بودم که چطور میتوانیم سیمولیج کوین به طور رایگان استخراج کنیم. این پروژه یک آپدیت جدید را با نام اسپن در پروژه خود اضافه کرده. قبل از همه میخوایم پروژه را در کل یک مرور کنیم که چطور میتوانیم ایجا کوین ما شما استخراج کنیم. این پروژه مثل پروژه های دیگه تلگرام با تپینگ میتوانیم ما شما کوین دیجا استخراج کنیم. و دیگه خوبی پروژه ای است که از بخش بوسترش میتوانیم ما شما یک بوت بخریم. وقت بوت خریدیم ما آفلاین هم باشیم این به طور اتومات ما کوین استخراج میکنه. مثلا ما بوت خریدیم میبینید به ما در هر 301,94,400 کوین این به طور اتومات استخراج میکنه. اگرچه ما آفلاین هم باشم آنلاین نباشم هم به ما این کار میکنه. دیگه از بخش دمیج میتوانیم لیول ما را بالا بریم. هر پروژه یک لیول خاصی را مد نظر گرفته. شما باید حداقل لیول 8 تا لیول 9 را باید داشته باشید. آپدیت گفتم روی بخش اسپن آوردن. اسپن به ایمان چرخش نظر به چرخشی که اینا میکنن و ما شما کوین توزیع میکنن. وقتی روی اسپن کلیک کردین شما وارد صفحه جدید میشین. از این بخش که نوشته اسپن میتوانیم ما شما همین چرخش انجام بدیم و هر 4 ساعت بعد ما اینا 5 اسفند میتوانیم هر 4 ساعت بعد از این اسفند استفاده کنیم و کوین به طور رایگان استخراج کنیم. یعنی یکی از طرایق دیگه ای است که میتوانیم کوین ما از میمی فای کوین ماین کنیم و به حساب ما اضافه کنیم. دیگه ما روی اسپند کلیک کردم شما ببینید که اینا به طور رایگان به ما 15,000 کوین در حساب ما اضافه کرد. یعنی فقط با یک کلیک که ما اسپند کردیم میتوانیم کوین به حساب ما اضافه کنیم به طور رایگان. این خوبی پروژه ای است که آپدیت گذاشته مثل پروژه های همستر، پیکسل ورز، مثل پروژه های بلوم و سایر پروژه های تلگرام. این آپدیت کردم سیستم خودم و این گیم نوی را در پروژه خود براه اندازی کردم که شما میتوانید با یک کلیک از کوین به طور رایگان استخراج کنید. دیگه در کل میگیم که پروژه ای است که توسط بلاک چین تان سپورت میشه و یک پروژه واقعی است که جمعی توانیم ما شما کوین به طور رایگان استخراج کنیم. همچنان راه های دیگه که جمعی توانیم ما شما کوین به دست بیاریم با اینوایت کردن فرندز یا دوستان میتوانیم ما شما کوین دیجا استخراج کنیم. یعنی ما وقت لینک ما رو با دوستا شریک میکنیم و دوستا از لینک ما میاد جوین میشه یک اندازه کوین به حساب زنا میره و یک اندازه کوین به حساب ما اضافه میشه. و همچنان میتونیم بگیم که اینجا میتونیم والت ما را کانکت میکنیم. ببین اصل پروژه والت است یا کیف است. اگر شما والت یا کیف تان کانکت نکنید والت یا کیف تان کانکت کنید به خاطر که پروژه تقریبا دمو مراحل آخری خودش یا 90% تکمیل شده و وقتی کوین رو دیستریبیوت کنه باید در حساب شما اضافه کنه. ببینید این پروژه روی نتورک ایتریوم کار میکنه و سپورت بلاک چین تا نداره. دیگه شما والت تان کانکت کنید اینجا کریت والت کنید ویدیو رو می چنل هم چک کنید که how to create میمی فای کوین والت و با شما راهنمایی کردیم والت تان کانکت کنید و از این پروژه هم کوین تان به دست برید. و خوبی پروژه ای است که اینا 90% کوین با کامیونیتی خود یا با کسایی که فعالیت میکنه توزیع میکنه. دیگه پروژه 10% 20% توزیع میکنه مگر اینا گفته ما 90% کوین خودم و کسایی که از پروژه ما استفاده میکنه و پروژه ما فعالیت داره ما توزیع میکنیم. دیگه موضوع رو جمع بندی میکنیم میتونیم بگیم که در کل پروژه میمی فای کوین که یک پروژه ای است که توسط بلاک چین تان سپورت میشه و از جمع توانیم با تپینگ با خریدن بود با اینوایت دوستا و آپدیت جدیدی گذاشته با اسپن ما شما کوین دیگه استخراج کنیم یا ماین کنیم و بعد اون رو کلیک کنیم و به حساب ما اضافه کنیم. و پروژه ای است که 90% کوین ها را به کامیونیتی خود توزیع میکنه. این بود یک ویدیو معلوماتی در مورد میمی فای کوین که چطور میتوانستیم از اسپن استفاده کنیم. چنل ما را لایک و سابسکرایب کنید. اگر چنل تلگرام ما را جوین نکردید در دسکریپشن همین ویدیو لینک چنل تلگرام مازور هم جوین کنید تا از تمام اپدیت های پروژه های تلگرام آگاه باشید. وقتتان بخیر، موفق باشید.